السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا از پروردگار مهربان برای داملا محمود جان که خیلی صحبت مفیده که امروز گویم برای جامعه ما یک دوای بهترین بود از جانب خدا معلومات دادن و به شما بیان نمودن. اجر جزیل نصیب فرماید و همیشه زبانشان خداوند گویاتر و سخناشان براتر و شیرینتر و پرتاثیرتر نماید. امروز روز جمعه است، سید الایام است. خب در بیرون با تابوت هم انتظار نماز جنازه ما و شما هست. بنابر من دو کاغذی که الان به دستم رسید از جانب شما تعجیلا میخوانم و بعد از آن یک سوال هست به او جواب میتیم دعا بکنیم. السلام علیکم بابا ایشان، ما یک گروه مخلصان شما از سر آسیا خواهش داریم که در حق ما دعا کنید که ما با وصال یکدیگر برسیم. ما میخواهیم که عائله برپا کنیم و در کسب و کار ما برکه عطا کند. خداوندی برادران این دادرای عزیز ما را به وصال محبوبه هاشان برساند و عائله های اسلامی تشکیل کنند و از این عائله فرزندان صالح برای جامعه ما تقدیم کنند. خداوند شما را دادرای عزیز به وصالتان رساند، لیکن به وصال رسیدن شما فقط به دعای ما نمی شود، با کوشش حرکتی خود شما هم از دو جانب وابستگی دارد. دست به دعا کرده ثانی به پروا شینید، این صورت ممکن است که محبوبتان از دست رود. حرکت کنید دادر عزیز. خداوند شما را به وصال رساند. بابایشان از ناحیه پنجکند فضلالدین پسر نورعلی قریب که 10 ماه شد بیمارند. از شما خواهش بسیار میکنیم که این کس را و یک دعای شفا نماید. پروردگار همه برادرای اسلامی را که از ما التماس دعا کردند وقتی آمدند و این چنین برادر عزیز پنجکنتی را شفای کامل عاجل برای بیمارشان عطا فرماید و از قطار این بیمارای دیگری که از ما التماس دعا دارن و امید دعا دارن، خواه در بیمارخانه هستند و خواه در خانه ها، خداوند شفای عاجل نصیبشان کند. آمین یا رب العالمین. اینجا دیروز یک محفل بودم انفترش در نزدیکی پجرکه میگن جای اداره سختار خاموش کنی ناحیه من یک محفل بود. امام داملای ایشان از ما پرسیدن که حضرت ایشان ما را امروز دو چیز تشویش آورده است. یکی این که از زبان بعض ملاها شنیدیم حتی خطیب داملاهای مسجد هم تماشا کردن فیلم حضرت یوسف که امروز تاجیکستان تلویزیونش خیلی جای شادی هم هستین نمایش گذاشته است، حرام اعلان کردیان. آیا این درست است یا نه؟ البته این خطا هست. کسانی که تماشای این فیلم حرام اعلان کردیان من گمان نمی کنم که اونها مسلمان هستند یا غم اسلام میخورند. اگر اینها پیشتر فتوا می برآوردن می گفتن سانتا باربرا را تماشاش حرام است و دیگر فیلم هایی که تلی سریالی که روزدارا در تلویزیون می رفت یک بار آواز می برآوردن می گفتن تماشاش حرام است، ما اینها را بالرأس و العین قبول می کردیم. اما وقتی که فتوا اینها به مقابل فیلم حضرت یوسف علیه السلام که غیر قصه قرآنی دیگر چیزی ندارد، با آداب و با حجاب اسلامی است برآمده است، من با ایمان کامل از این منبر رسول اکرم میگویم که اینها دست پروران یهودند. اینها کسانی هستند که از معلمان خود این سفارش گرفتند برای سیاه کردن نشان دادن تلویزیونی
یعنی ایران است و فیلم های ایرانی، اینا دیگر مقصود ندارن. عزیزان من، اولش که فیلم یوسف من فقط یک سیرش تماشا کردم، خلاص دیگرش ندیدم. وقتی نمایش گذاشته می شود که نه نماز است قضا شود نه دیگر، یعنی سحر می شود یکی ساعت 2 می شده است به گفته آنها باشند، در این دو وقت یگان نماز نیست. بنابر مادامی که از عبادت خدا منع نمی کند این حرام نیست. دیگر اینکه در فیلم یوسف سر تا پا همه آداب اسلامی رعایت شده است، زنهاش با حجاب هستند، پیغمبران نامش با آداب گرفته می شود، یگان خیلی تحقیر بی آدابی نیست. آره بعضی نکته ها ایرادی با یهودی ها هست، اینها را این دامله ها را که معلماشان یهودی ها هست از اونجا وظیفه میخورند، از اونجا لیگ میخورند، اونها رو نمیفاردیم، به خاطر اینا رو گوشاشان کشیدی شدن که اعلام کنه این حرام است تماشاش. باور کنید شما همون داملایی که در محلتان همین گپ میگه تماشاش حرام است، شما پرسش که باهای داملا چو یک بار پیشتر سنت بربرانه کجا حرام است؟ 17 لحظه بهار میرفت شب تا روز چون نگفتی حرام است؟ گپ سوال دادم در کار است، چون خاموش میستید شما؟ بنابر تماشای او درس تاریخ است، تاریخ دانستن، چی با زبان ما میگوییم چی در عمل او را اجرا میکنند متخصصاش این درس است، باید اسکوت کرد او را، باید دانست. هیچگاه چیزی که با چشم میبینید مانندی به گفته تاثیر ندارد. آدم ها از فیلم یوسف محبتشان به حضرت یوسف زاید میشه، محبتشان به پیغمبران الهی زاید. خیانت یهودی ها را که در همو است سر شده بود آمده است تا امروز آشکار می شود. چی مگر زیان میکنیم ما؟ یا که در حال یوسف یک شخص بازی که کافر شد، پیغمبرم یوسف هم پیغمبر بود، انسان بود، یک آدم میتونه رالی او بازی کند؟ البته این معنا نداره که اوای پیغمبر است. دیگر اینکه این فیلم ها را علمای جامع الازهر اجازه دادگی هستند تماشاش، حتی این استحصال کردنش. امروز دنیای ترغیب است، پروپاگاندا است. امروز چی بوده که دشمنان اسلام تمام راه و واسطه را استفاده میبرند برای بدنام کردن اسلام و علمای اسلام. وظیفه‌دار هستند حکومتدارای اسلامی و علماهای اسلام تمام واسطه را استفاده برند برای رواج اسلام و برای شناسانیدن اسلام به مردم. این احمقی است. خوب تقوا داشته باش. حالا اگر همون ملا رو من پیش باشه سیزان طلاق دیم، والله کنسرتای دوشنبه رو تماشا میکنن. این قسم حانیسه والله است. سیزان طلاق دیم اگر کنسرت تماشا میکنن در بخ تلویزیون شیشتن. بنابراین این تو احمقا رو دفعشان گوش نکنید. ملایش از کدش حتی گفت همون سوال من دادگر بگو تیتان. دیگر چیزی که اون برادر اسلامی از من گفت من خود نشنیدم و ندیدم هم، گفت که در تلفن ها نماز اوصل کردیان، نماز اوصل کردیان، تحقیر کردگی هستن آداب نمازخانه و باز همین مسلمان ها در تلفن هاشان نوشته گوش بکنن تماشا بکنن. هم تا هست نمازو دیگه او چگونه اوصل کرده من نمیدانم، تحقیری باید تا کدام حد است من نمیدانم اکنون. اگر تحقیر نماز باشد این تحقیر کننده کافر است و از زمره مسلمان ها خارج شدگی است و هر کسی در وقت تحقیر نماز با شوخی او بدبخت میخندد در همون زل والله و هم کافر است. و هر کسی در نوار تلفنش این عکس میگیرد یا این صدا رو میگیرد گوش میکند و هم کافر است. زیرا که رضایی در کفر است. کسی در یک عملی کافرا راضی بشه و میخندد والله و هم کافر است. مسلمان ها اولش که در همون صحنه تئاتر باشید آتینی همون اروپایی ها شما ناموس ندارید. ببینید از پایان با بطولکه در دهنی همه ارتیساش هم میزنن، شما همین که ناموس نداره هم مسخره بازی یا بطولکه پپسیکال دسترش زنید.
آخه می 3 سوت که بدام میکنن ما میبرو اما نابود در تاریخ میموند. بخواد که نماز تحقیر کند شما با خنده، نماز تحقیر کند با شما در نوار تلفن تان گیرد و با اون تماشا کنید. چنین مسلمانیتان، چنین ناموس اسلامیتان، چنین دیانتداریتان تا که حیوان میشود شما. نماز عبادت اسم خدا فرض کرده است و این آداش پیغمبر به ما تعلیم داده است. با در تلفن اینو می نویسید، تحقیر علماء را در تلفنات ها می نویسید، ما گوش میکنه با می خندید. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. خدا میگه شما یار مسلمان بودید اما به سبب استهزای خدا، به سبب تمسخر کردن پیغمبر و دین پیغمبر، وارثان پیغمبر شما کافر شدید. این حکم خدا هست. ناموس شما، ناموس دیانت شما دین تان تحقیر کنند، پیشواهای دین تان تحقیر کنند، احکام های دین تان تحقیر کنند. هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی. خدا رحمت کنه. علامه اقبال میگه چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر سینه تو از بتان مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو با درودی او میالا نامی او، با درودی خود میالا نامی او. عشق محمدی ندارید، عشق قرآنی ندارید، عشق اسلامی ندارید، فقط یک صورت دارید و خلاص. و الا مسلمان در پیشش میشود یک کس دیش تحقیر کند. مسلمان نمیشود در پیش در صحنه که 1000 تا 12 تا یا سگی لعین در صحنه نماز تحقیر کند و دیگران خندند. یک عالم پیشوای دین تحقیر کند و دیگران خندند. ادامو 1000 تماشابین والله کافر است. من فتوا بدم از این منبر رسول اکرم، من فتوا بدم که بگه کافر گفتن اجازه علما نیست. حکم اعدام برآوردن سود میتواند، پرقرار میتواند، چون حکم خدا را عالم ها میتونن گفتن. بلا با عزیزان من تماشا نکنید اینها را. ناموس دارد. از همون ژورنالیست عراقی کمتر نشود که ابر قدرتترین پادشاه دنیا را با تپوش بزد. شما الله اقل یک ارتیسی سگ یک تا توفلی زنید و وای پادشاه نیست، وای پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه، یک سگ مسخره بازی بکند، هوایت زنید. نگذارید این تا تحقیر کنند. یهودی ها برای یک هولوکاستشان، برای یک هولوکاستشان انکار کردن دهلی جنایی میکرد تا برای یک پاپی مشهورشان دهلی جنایی شدن. پاپی روم او را از منصب پاپی محروم کرد. اگر عذرخواهی نکرد برای گفتی هولوکاست دروغ است. برای یک شما را نمازتان تحقیر میکنن، شما میخندید. با در تلویزیونات هم میگیرید، برای هم میگیره که قانون تماشا کنید با خندی. این خنده ها فقط گریه دارد، این خنده ها فقط سوختن دارد، در آتش میسوزی. و سگی لعین و صحنه بازگو خود کافر است. قرآن در شأن وی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزة. وای برای هر کسی که تحقیر میکند، مسلمان را اوصال میکند، مسلمان را عیبدار میکند. وای ویل کلمت عذاب، کلمه عذاب است. ویل کلمت هلاک،
الویل واد فی جهنم، چاه است در دوزخ که 40 سال میپرتاین کافر سردگو میره به پایانش نمیرسد. و فیها انواع العذاب، از عذاب های گوناگون در اونجا. این از قرارگاه این مسخره بازا. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازای صحنه های تئاتر بگویم: آی ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشد. من به شما جوانا خطاب بکنم: جوانای با ناموس شوید، جوانای با غیرت شوید. برای خاطر یک تایم فوتبال مخلصاشان استادیان پر از بطولکه میکنن اگر به آدابی از طرف سودیه شود. شما را دین تا که مقدس ترین چیزتان از تحقیر میکنن در صحنه، میخندید و با تماشا میکنید. در مرگ به شما. انشاءالله صحبتی جمعه آینده حضرت داملا چگونه مکتوب های زیاده فرستادید. جواب گفتنی با سوالات شما هست. انشاءالله 2 جمعه پای در پای من مکتوب ها را هم بشه به دست ایشان میسپارم با درخواستات. انشاءالله جمعه های آینده جواب میگیرید. خدا خواهیم با این مبارک سفرم. من امروز 16 روز 17 با این مبارک سفر است. بعد از انجام ماه سفر انشاءالله ماه ربیع الاول، ماه معراج تولد رسول اکرم، آفتاب تابان رسالت آغاز می شود. انشاءالله تا آمدن مولود صحبت از این داملا با شما کردن میگیرن. خداوند نگهشان دارد. لیکن خواهش میکنم بعد از خواندن این نماز متصل بیرون برایت، درا که جوان در انتظار است با جسد بیجان خود بالای تابوت خواب که جنازه من زودتر خانه من بخوانم برن سپارند. خدا همتون نگه دارد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار، وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار، وشرح صدور المحبين بالمعارف والأسرار، ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، وأوعد على الظالمين بعذاب النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الليل والنهار. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار، وعلى الإمامين الهمامين. أيها الناس، الدنيا دار ليس لها مدار، ومحل ليس لها قرار، فبادروا بالتوبة والاستغفار،
واشتغلوا بالطاعات والأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. خدایا کسانی که اسلام عزیزان و قانونهای اسلام و احکام اسلام تمسخر میکنند و تحقیر میکنند و اوصال میکنند، خدایا آنها را هلاک گردان. خدایا آنها را در جامعه شرمنده و خوار گردان. خدایا آنها را به درد، به عذاب، به آفت مبتلاشان گردان که آرزوی مرگ کنند اما مرگ بزودی براشان نبیار. پروردگارا این تو دشمن اسلام ستیزاران، این تو مسلمانانی که در نام اسلامی دارن و در نیت دشمن اسلام، خدایا به بلای به درد به دوای به بلای مبتلاشان کن که هرگز دوا نیابند. آمین یا رب العالمین. قومای عزیز، چند روز باز پای در پای جوانان زیاده آمدن و فاتحه گرفتن برای خاطر سفر کاری. اگرچه در این ایام سردی و خنکی از هوا که پرسیدم چی ضرورت دارد در این زمستان رفتن، که با ایشان گفتن نکن ضرور است رویم روزگارمان تأمین کنیم. بنابر التماس کردند که در روز جمعه در حق ما دعا کنید. خیلی زیاد شماری زیاده بودند. از این منبر رسول اکرم در این ساعت اجابت دعا پروردگار است عاجزانه دعا میکنم که جوانای ما را در مسافرت ها سلامت نگهشان دار. پروردگارا کدامایی که روزها دعا گرفته سفر کاری در رفته ایستادیاند و میروند،
همه اونها را خداوندا من به در امانت به تو سپاریدم. تو خدایی هستی که امانت خیانت نمیکنی. پروردگارا بعد از انجام سفر با دست پر سلامت همشان به خاندانشان بازگردان. پروردگارا بیمارای ما را شفای کامل عاجل نصیب گردان و به فرزندای ما را فرزند صالح نصیب گردان. خداوندا زندانیای ما را از زندانها خلاص شدن نصیبشان گردان. امروز کدام گزیت خواندم محبوسان زیادی از رئیس جمهور به خاطر جشن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تقاضای عفو کردند. دعا کنیم پروردگار در دل رئیس جمهور محبتی رحم و شفقت پیدا کند که این بیچاره مظلوما را که بسیار اونها شاید به گناه هستند، خوب گناه هم داشته باشند، شاید توبه کرده هستند، رحم و شفقت عطا کند و به حرمت حضرت امام اعظم باز یعنی جشنش اونها را عفو کند و هم آبروی خودش هم می شود، هم انشاءالله روح حضرت امام اعظم شاد می شود، هم سبب آبادی جمهوری ما می شود. پروردگار نصیبشان کده که این عفو عموم برای محبوسای ما برارن. خدا نگهتان دارد. اکنون نماز جنازه است، خواهش میکنم تا نمازی که خوانده بیرون برای جنازه خوانده. I
الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون كما يعتقد في صلى الله عليه وسلم إن كان النار تتبادل حتى تشتري تشتري يتفاعلون ما هو من الناس كما شاء الله حتى لا يمكنني ما هو ربنا لا يمكن أن لا يراقب مثل الله ومن الراجل في حد الكتاب على ذلك يستجيبه من عبد هذا بيتا في الجنة وتحمله بيت الحياة ملائكة تدعو عليه تسمع القرآن للجبال شفتا حسب الجمال والجنة باطن المنام والقاضي حمد ظاهر كتاب الكتب العالمين حمد الذي بشر وتعالى تعالى الله أبي المسلمات أرجونا وكان الإسلام يسير من رحمه الله الله تعالى بذلك الصلاة سبحان الله ومن المسلمات ولا يخلو منها الله ولا يقام بدعاء سعيدنا كل تنبينا لا تنبينا الجنبات فإذا كنا نرحب نسيبا سلام منا رب العالمين فأسي وسهل الله بجسر ومشرفنا 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 حتى الله فيجمع وحده ومن شاء فتح الكتاب عن دين العريس بالله يمكن عيسى الكلام السنة على جهل أمام الأرض المناسبة صاحبة الله والميزة وبذلك ما يأتي سبحانه وتعالى يحتاج إلى إخراج وإخراج من الناس كما يحصل على الكتب والأسماء هذا كما الله ويكون كل هذا. Who is the Love? Who is our
من المحيي. Can see the light of hope you sent to me, the rain